روی چند ماه اول رابطه هاتون زیاد حساب باز نکنید، چون دقیقاً آدما فقط تا چند ماه میتونن برای شما نقش بازی کنن. به عشق هم گفتناش تکیه نکنید، دل نبندید. یکم که بگذره براش تکراری میشید. بهت قول میدم اونی که الان جلوی سیگار کشیدن تو میگیره یه روز یه کاری میکنه که یه نخت بشه یه پاکت. یعنی خدا نکنه که یه نفر بفهمه ما دوستش داریم، خدا نکنه بفهمه برامون مهمه. از لحظه‌ای که بفهمه دیگه همه چی خراب میشه، دیگه خودشون میگیره، سرد میشه، یادشون میره که به هر دری میزدن تا با ما اوکی بشن. بابا چتونه؟ چرا اینقدر نامردین؟ چرا تا وقتی که به ما میرسین یهو براتون بی‌معنی میشیم؟ اینجاست که میگن ما بازیچه دست کسی شدیم که اول اون ما رو دوست داشت.